به خدمت میروم. زیر این عنوان در شهر بختر با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن عکسی حزبی گذرانده شد. با مقصد اشتراک نمودن در این چاره‌بینی سیاسی، گروهی از جوانان فعال که می‌خواهند اختیاراً به صف قوه‌های مسلح کشور شامل شوند، از شهر و ناحیه‌های منطقه بختر در صحن کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان جمع آمدند. به این مناسبت با اشتراک جوانان اختیاری، والدین آنها نمایندگی بخش‌های کار با جوانان و ورزش شهر و ناحیه‌ها همایش دایر کرده شد. رهبری کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان سخنرانی نموده هدف تشکیل و گذراندن این چاره‌بینی را به حاضرین شرح دادند. گفته شد که شامل شدن به صف قوه‌های مسلح کشور از هر یک جوانمردی با ننگ وطن مسئولیت و احساس گرم وطن‌دوستی را تقاضا می‌کند. خدمت در صف قوه‌های مسلح کشور مکتب بزرگ مردانگی است و چنانه به مشاهده می‌رسد فضای امروزه سیاسی منطقه و جهان ما را وادار می‌کند که تمام نیروهای سازنده جامعه را برای حفظ دستاوردهای استقلالیت، تحکیم دولتداری، وحدت ملی، صلح و ثبات و حفظ بی‌خطری کشور روانه کنیم. جوانان ما باید مسئولیت بلند را احساس نموده در حفظ صلح و ثبات، آرامی کشور، استقلال و آزادی، وحدت و یگانگی سهمگذار باشند. با اراده قوی، دلیری و ناترسی و زیرکی و چالاکی در همه جبهه‌ها برای رشد و نموی کشور سهمی بی اندازه گذارند. با بیان بهترین افکار سازنده و میهندوستانه در وضعیت خاطرمان به جوانان اختیاری که در دعوت تیرماهی به خدمت وطن سفربر میشوند، از جانب رهبریت کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلان شهادتنامه سرباز اختیاری سپرده شد. امروز میخواهم که اختیارا به سر قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده خدمت وطن مادر را سربلندانه ادا نمایم. از همسالان خود میخواهم که آمده به سر قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان آمده خدمت وطن مادر را ادا نمایند. والدان نیز از آن که فرزندان خود را به خدمت حربی گسیل می‌کنند اظهار افتخارمندی نمودند. وطن این پاره دل است. چنانه که پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان گفتند، قرض وطن، خدمت به وطن این قرض است برای هر یکی ما شما. وقتی که عسکر به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت میکند و آینده قوه مردانگی خود را حفظ کرده درباره وطن و وطنداری ایمان پیدا میکند. وطن برای ما این از همه چیز مهم است. اگر ما فکر کرده گوییم که وطن را شخصان وطن میگویند که وطن دوست هستند. من شخصا خودم فرزندم ساتم النظر آن را به صف قوای مسلح امروز از طرف حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از ناحیه خراسان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گسیل می‌نمایم. در ادامه این تدبیر گروه جوانان اختیاری و دیگر اشتراکداران اکسیه از اثرخانه تاریخ و کشورشناسی به نام اوستوی مرکزی ولایت دیده نمودند. به استقبال جوانان اختیاری سربازان آینده وطن صحن و اطراف اثرخانه ایدانه آراسته گردیده نمونه‌های هنرهای مردمی و اسباب‌های ملی به نمایش گذاشته شد. رهبریت اثرخانه جوانان اختیاری را خوش استقبال نموده صحبت صمیمی اوید به وطن و وطنداری افتخارات ملی آراسته گردید. سپس با رهبری کارمندان این مؤسسه جوانان از گوشه‌های گوناگون اثرخانه که انعکاسگر تاریخ گذشتگان و منظره‌های زیبا و نادر تاجیکستان دیده نمودند. هر یک نگاره رمز تاریخ و تمدن گذشتگان را بازگو می‌کند و بازدید جوانان از چنین مخزن تاریخی حس افتخار ملی را در ضمیر آنها زیاد می‌کند. از همه جوانان دلیل سوزوی وطن دعوت به بازدید در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همچنین جوانان اختیاری، هیئت نمایندگی، بخش‌های کار با جوانان و ورزش، تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن و ولنتیوران از قسم نظامی 3503 بازدید نمودند. در این قسم نظامی جوانان با روند کارهای ساختمانی در بینای ساخته شونده قسم نظامی و شرایط بود و باش و خدمتی افسران و سربازان شناس شدند. سپس در صحن قسم نظامی واخوری جوانان با هیئت رهبری کننده قسم و دیگر نهادها دایر کرده شد. ضمن این همایش نیز
از اندیشه و اطراف وطن و وطنداری، افتخارات ملی، خودآگاهی و خویشتن‌شناسی صورت گرفت. گفته شد که هر یک جوان باید با درک بلند مسئولیت شناسی به وطن و ملت خود صادقانه خدمت میهن عزیز را ادا نماید. با شعار من به خدمت میروم همیشه آماده ادای خدمت وطن مادر باشند، زیرا خدمت در صف قوه‌های مسلح برای هر یک جوان مرد شرفی بزرگ است. طول یک سال می شود که من در قسم حربی 3593 شهر باختر ولایت ختلان ادای خدمت نموده ایستادم. با جوانانی که به صف قوه‌های مسلح کشور داخل شدنی هستند یک حقیقت را میگویم: خدمت حربی این مکتب است، مکتب مردانگی، مکتبی که در آن صبر می‌آموزی، مرد می‌شوی و مهمتر از همه وطن را از نزدیک احساس می‌کنی. دعوت می‌کنم که با وجدان خدمت کنند، از وقت‌هایشان برای آموزش، تکمیل و دوستی استفاده نمایند، با لباس حربی افتخار نمایند، چون این لباس رمز اعتماد دولت به آنهاست. هدف از تشکیل و گذراندن این اکسیه ترغیب غویه‌های وطن دوستی و هدایت نمودن جوانان و خدمت وطن ارزیابی شد. در اساس دستور سفارش‌های رهبریت عالی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن امروز با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت ختلان در همبستگی با نمایندگی تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن، البته اکسیه نوبتی من به خدمت میروم در اینجا روی کار اومد. مقصد اساسی یعنی اکسیه مذکور امروز دعوت جوانان شجاع ختلان زمین به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. لازم به ذکر است که با شرافت استقلال و آزادی و تشبث‌های بی‌سابقه پیشروی معظم ملت، شرایط خدمتی در قسم‌های نظامی جوابگوی زمان معاصر است و هر یک جوان مردی که به صف قوای مسلح کشور می‌پیوندد با استفاده از امکانات موجوده نه تنها در حمایت وطن سهم‌گذاری می‌کند، بلکه از نگاه ذهنی و جسمانی آبوتاب یافته به کمال می‌رسد و جوان مردی قوی می‌گردد. حسن زاده آیما، فیروزی خورشید، نمازلی ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار از شهر باختر.